تصمیم گرفتم آخر هفته فقط فیلم ترسناک ببینم. بعد فهمیدم یه فیلم جدید اومده در مورد اد و لورن وارن، همون شیطان شناسای معروفی که کلی فیلم راجبشون دیدم ولی هیچ وقت درست و حسابی راجبشون تحقیق نکردم. وقتی رفتم تحقیق کردم کلی سوال برام پیش اومد. چی باعث شده انقدر معروف بشن؟ چون توی پرونده وحشتناک درگیر بودن انقدر معروف شدن؟ خوش اومدید به تاریک اد و لورن وارن. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مینا هستم. اینجا پادکست منه، جایی که معتقدم تاریخ همیشه خسته کننده نیستش. پس قبل از هر چیزی لایک و سابسکرایب یادتون نره و توی کامنت ها نظرتون رو بهم بگید چون خیلی برام مهمه. بریم سراغ اصل مطلب. اد و لورن. دوران کودکی اد و لورن. ادوارد سال 1926 توی شهر کوچیکی به اسم بریجپورت به دنیا آمد. میگفت از بچگی با چیزای ماورایی درگیر بوده. خودش تعریف میکرده که فقط وقتی 5 سالش بوده توی خونه‌ای زندگی میکرده که به قول خودش جن زده بوده. میگفت شبها خوابهایی میدیده که توش با روح‌های خانواده‌های مرده‌ای که هیچ وقت ندیده بودشون حرف میزده. یعنی یه همچین بچگی داشته. یه سال بعد از اون، یعنی سال 1927، همسر آینده‌اش لورن ریتا موران هم توی همون شهر به دنیا میاد. لورن هم ادعا میکرده که از همون بچگی یه جور حس شیشم داشته. میگفته میتونه آینده رو ببینه. بعدتر سال 1944 اد و لورن همدیگر رو توی تئاتر دیدن و به قول خودشون توی نگاه عاشق شدن. ولی اد فقط 17 سالش بود و یهو احساس کرد که باید بره خدمت کنه. رفت سراغ تفنگداری دریایی، اما خب چون سنش پایین بود بیرونش کردن. بعد دوباره رفت نیروی دریایی، این بار قبولش کردن. 4 ماه بیشتر نگذشته بود که یه نفتکش خورد به کشتی که اد روش بود. کشتی آتیش گرفت، اد از قایق پرید پایین و زنده موند و برگشت خونه با چیزی که بهش میگفتن مرخصی بازمانده و مستقیم رفت سراغ لورن و اونجا با هم نامزد کردن. اد برگشت سر کار و زندگی. ولی اینجا قصه تازه شروع شد. شروع کار اد سال 1951 یه دختر کوچولو به دنیا آوردن، ولی خب به قول خودشون زندگی معمولی براشون جواب نمیداد. اد نمیتونست با جامعه کنار بیاد، نمیتونست کار ثابت پیدا کنه، پس تصمیم گرفت بره مدرسه هنر. اونجا یه ایده خاص به ذهنش رسید. میرفت جلوی خونه‌های قدیمی و نقاشی نسخه جن زده همون خونه رو میکشید. یعنی اگه یه خونه معمولی میدید تصور میکرد که یه جن یا روح داخل اون خونه است و شروع میکرد به کشیدن اون. ولی خب کسی خریدار نبود. برای همین با لورن تصمیم گرفتن یه راه جدید پیدا کنن. هر روز روزنامه میخوندن تا ببینن کدوم خونه رو گفتن جن زده است. بعد اد نقاشیشو میکشید و میرفتن دم در و میگفتن سلام، ما یه نقاشی از خونتون کشیدیم، میخوایم ببینید. و خب وقتی مردم راهشون میدادن داخل خونه، لورن شروع میکرد حسگیری و گفتن این که چه روحی توی خونه است. میگفت روح‌ها چی میخوان، چرا اونجان و چجوری میتونیم راحت بشیم از دستشون. و جالب، خیلی از مردم بعدش واقعا احساس سبکی میکردن. میگفتن خونهشون آرومتر شده و اینطوری کم کم معروف شدن. اد خودش رو شیطان شناس معرفی میکرد در حالتی که واقعا هیچ مدرک رسمی نداشت و همین شد که همه باورش کردن. اولین موفقیتشون، وقتی مردم راهشون میدادن داخل خونه، لورن معمولا میرفت بالا روی تخت یه گوشه مینشست تا حس واضح تری بگیره. بعد از بررسی به صاحب خونه میگفت روح اونجا کیه و چی میخواد و یه جور ترکیب روانشناسی و باور بود. کم کم انقدر زیاد رفتن دنبال این پرونده ها که همه توی شهر بهشون میگفتن بازرس‌های امور ماورایی. ولی بخش باحال ماجرا این بود که هیچ وقت برای تحقیق پول نمیگرفتن. در عوض داستانشون رو به تلویزیون و روزنامه‌ها و فیلمسازها میفروختن. یعنی عملاً از ترس مردم پول در می آوردن. ولی تا سال 1970 اونقدر معروف نبودن تا اینکه یک تماس گرفتن درباره یک عروسک شیطانی و اونجا بود که همه چیز عوض شد. پرونده عروسک آنابل. سال 1970 یه دختر دانشجوی پرستاری به اسم دانا باهاشون تماس گرفت، چون یه عروسک داشت که رفتارهای عجیبی ازش سر میزد. عروسکش یه راگدال معمولی بود، همون پارچه‌ها با موهای قرمز کامبایی و چشمای گنده.
اولش فقط حس میکرد یکم جابجا میشه، ولی بعدش دید نه، عروسک خودش میره جاهای مختلف. میذاشتش روی مبل، بعد میرفت و برمیگشت میدید نشسته تو اتاق خودش در حالی که در بسته بوده. یه وقتایی حتی دیده بودن که عروسک دست به سینه نشسته، انگار که قهر کرده. دوستش آنجی و یه پسری به اسم لو هم دیدنش. لو از همون اول گفت من از این عروسک خوشم نمیاد، یه چیزی توی چشماش هست. بعدش دانا و هم اتاقیش شروع کردن به پیدا کردن یادداشت‌های عجیب غریب ولی با دستخط بچگونه و شبی دانا بیدار شد و دید عروسکش خونالوده. من همونجا فرار می‌کردم، یعنی اصلا یکس با دمپایی میرفتم. چرا باید بمونی؟ دنبال چی؟ دختر بیچاره زنگ میزنه به وارنها و اد و لورن میان و بررسی میکنن و با روح ارتباط میگیرن. میگن یه دختر کوچولوی 7 ساله به اسم آنابل هیگینز توی عروسکه که گویا توی همون محل مرده بوده و حالا روحش دنبال محبته. محبت چی آخه واقعا؟ اما لو اون پسر بیچاره یه شب خواب میبینه که عروسک روی سینه‌اش نشسته و داره خفش میکنه. میگه حس کردم فلج شدم و نمیتونستم تکون بخورم، انگار که واقعا داشته اتفاق میفته. چند روز بعدش که میره پیش همون دخترا، یهو قفسه سینه‌اش درد میگیره و بدنش درد میگیره و میفته روی زمین و شروع میکنه بدنش به کبود شدن. میبرنش بیمارستان، حالش بهتر میشه، ولی دیگه همه میفهمن که اوضاع خیلی خرابه. وارنها میان و جنگیری رو انجام میدن. میگن اون روح بچه واقعا یک موجود شیطانیه که فقط تظاهر میکنه که مهربونه. عروسک رو میبرن موزه‌شون و یه تابلوی بزرگ جلوش مینویسن به هیچ وجه باز نکنید و اون همون آنابله معروفه. داستان‌های خیلی زیادی هستش. میگن یه نفر سالهای پیش رفته به موزه و فقط به شیشه آنابل یه ضربه زده، در راه برگشت تصادف کرده و مرده. دوست دخترش زنده مونده و گفته داشته راجع به عروسک شوخی میکرده. لابا روحش خوشش نیومده از این موضوع. چرا شوخی کنید؟ خب حالا برسیم به یه ماجرای واقعی، یه قتل وحشتناک که اگر وارنها قبلا معروف نبودن، با این پرونده دیگه کل دنیا اسمشون رو شنیدن. سال 1974 توی منطقه به اسم آمیتیویل توی لاین آیلند نیویورک یه شب چند نفر نشسته بودن توی یه بار که یه پسر با حالت وحشت زده میدوه داخل و داد میزنه کمکم کنید، خانوادم تیر خوردن. اسمش رونالدو دیفیو جونیور بود. پلیس میاد و میره سمت خونش، درو که باز میکنن با صحنه‌ای روبرو میشن که تا آخر عمرشون یادشون نمیره. پدر، مادر و 4 تا از بچه‌ها همه با گلوله از پشت سر کشته شده بودن توی تختشون، همون جوری که خوابیده بودن. اولش کسی باورش نمیشد، ولی بعداً فهمیدن قاتل خود رونالده، همون پسری که کمک میخواست. گفته بود که یه صدایی بهش گفته بوده که این کار رو انجام بده، ولی از اون صدا هست که کسی نمیدونه و کسی نمیشنوه. پلیس هیچی پیدا نکرد و رونالدو محکوم کردن به قتل درجه 2. اما مردم وحشت کرده بودن، میگفتن اون خونه یه چیزیش هست، چون کی همچین کاری با خانواده‌اش میکنه مگر اینکه دیوونه باشه یا یه چیزی پشتش باشه. و اینجا بود که داستان تازه شروع شد. من میرم لباسمو عوض کنم و بیام. خانواده لوتس وارد میشون. یه سال بعد، یعنی سال 1975، یه خانواده جدید اومدن توی همون خونه زندگی کنن. اسمشون لوتس بود. جورج، کتلین و 3 تا از بچه‌هاشون دنیل، کریستوفر و میسی خونه رو فقط $80,000 خریده بودن. خب چون اونجا یه قتل دست جمعی اتفاق افتاده بود. عجب فرصت خوبی، یه خونه کامل با یه همچین قیمتی. ولی همون لحظه که رفتن داخل خونه حس عجیبی داشتن. یه سنگینی توی هوا بود، یه چیزی مثل انرژی منفی که نمیتونستن توضیحش بدن. برای همین از همون اول یه کشیش صدا زدن که بیاد خونه رو برکت بده. کشیش میاد آب مقدس میپاشه، دعا میخونه، اتاق به اتاق میگرده. ولی وقتی میرسه به یکی از اتاقها، قبل از اینکه حتی آب بپاشه، یه صدای بمی از توی اتاق بهش میگه برو بیرون. کشیش جا میخوره و میگه اوه باشه خدافظ، فرار کن. و سریع از اون اتاق میره و بعد به خانواده میگه فقط خواهشاً تو اون اتاق نخوابید. بعد از رفتن کشیش اوضاع یکم بهتر میشه، ولی نه برای همیشه. شروع اتفاقای عجیب. چند روز بعد همه اعضای خانواده شروع میکنن به عجیب رفتار کردن، خشن شدن و بی‌حوصله بودن.
کتلین مادر خانواده مدام حالش بد بود و ضعف میکرد و بیحال بود. یه شب جورج از خواب بیدار شد و دید کتلین روی تخت روی هوا معلقه. انگار یکی بلندش کرده بود. جورج نمیدونست داره خواب میبینه یا واقعیته. گفت یه شب دیگه بیدار شدم، برگشتم سمت زنم ولی چهره اون نبود. یه زن 90 ساله چروکیده پر از زخم‌ها و پوسیدگی بود. اگه من بودم همون لحظه با دمپایی میرفتم بیرون از خونه، دیگه هم بر نمیگشتم واقعا. از اون به بعد دیگه اوضاع خیلی وحشتناک شد. یه مایه ژله سبزرنگ از دیوارها در میومد و بوی بد همه خونه رو گرفته بود، ولی هیچ منبعی نداشت. توالت‌ها دیوارها پر از لکه‌های سیاه میشد و تمیز کردنشون کار دشواری بود. درها خودشون باز و بسته میشدن، وسایل‌ها میافتادن و همه حس میکردن یه کسی داره نگاهشون میکنه، حتی وقتایی که تنها بودن. یه بار سعی کردم به کشیش زنگ بزنم ولی هر بار وسط تماس صدا قطع میشد. آخر سر خودشون تصمیم گرفتن دست به کار بشن. هر کدوم یه صلیب گرفتن و دعای ربانی خوندن و همون موقع صداهایی از همه جا بلند شد: بس کنید، بس کنید. یه فریاد از دیوار، از زمین، از همه جا. همونجا فهمیدن تمومه و اون شب وسایل مهمشون رو برداشتن و فرار کردن و فقط 28 روز توی اون خونه زندگی کردن. از اول باید فرار میکردید. یعنی من اگه بودم همون روز اول فرار کرده بودم. بعد اد یه نظریه داد. یه مردی به اسم جان کچام سالها پیش اونجا زندگی میکرده و از جادوی سیاه استفاده میکرده. گفت روح اون طلسم شده هنوز اونجا فعاله. حتی گفتن قبلا اون زمین و قبایل بومی برای بیماری‌های روانی استفاده میکرد. یعنی یه تاریخ سیاه روی اون خاک مونده بود. ورود وارنها و اوج شهرتشون. وقتی رسیدن خونه مادر کتلین همه چی رو تعریف کردن. رسانه‌ها با خبر شدن، خبرنگارها هجوم می‌بردن و معلومه دیگه به کیا زنگ زدن: اد و لورن وارن. اونا با یه تیم کامل رفتن اونجا، دوربین، ضبط صدا، تجهیزات مخصوص بررسی انرژی‌های منفی و از این جور حرفا. با خانواده‌ها مسابقه کردن، توی خونه گشتن و همه چیز رو ضبط کردن. لورن میگفت توی دیده ذهنیش اجساد خانواده‌های قبلی رو می‌دیده. میگفت یه نیرویی داشت هولش میداد بیرون، از خونه برو بیرون، یه حضور شیطانی. اد هم گفت حس کرده که فشار فیزیکی روش بوده. بعد اسم پادکستشون رو گذاشتن همون چیزی که الان میشناسیم: دارک هیستوری، تاریخ تاریک. ولی هیچ مدرک واقعی برای حرفاشون نبود. با این حال یه عکس گرفتن که معروف شد به اسم پسر روح. یه پسر بچه کوچیک توی پله ها بود که داشت سرک میکشید، در حالتی که اون موقع هیچ بچه‌ای اونجا نبود. فتوشاپ هم که اون زمان وجود نداشت. پس همه گفتن واقعیه. و خب از اونجا بود که وارن ها میلیونر شدن. از فیلم ها، مصاحبه ها، کتاب ها، حتی سند مالکیت اون خونه رو هم گرفتن. لورین بعدها گفت اون پرونده زندگیمون رو برای همیشه عوض کرد. و اینم از داستان اد و لورن وارن. ارواح، دروغ و یه امپراتوری میلیون دلاری از ترس. شاید واقعا شیاد بودن، شاید هم واقعا باور داشتن به کاری که انجام میدادن. ولی یه چیزی مسلمه: فروشنده های فوق‌العاده‌ای هستن. و راستش حتی اگر متقلب بودن معنیش این نیست که ارواح وجود ندارن، چون خود من مطمئنم یه چیزی توی اون راهروی خونه هستش، چون هر وقت که میرم اونجا احساس میکنم یه چیزی داره نگاه میکنه. ولی خب چیکار میشه کرد؟ ولی یه پیشنهادی دارم واسهتون: میتونید قبل از اینکه اونا شما رو بترسونن، شما اونا رو بترسونید. قبل از هر چیزی زودتر جیغ بزنید تا اونا بترسن. پیشنهاد خوبیه، میتونید امتحانش کنید و کلی هم میتونید بخندید. البته اگه کسی از بیرون نگاهتون کنه احتمالاً فکر میکنه که دیوونه اید، ولی اشکال نداره. مرسی که گوش دادید. عاشقتونم. حتما توی کامنت ها نظرتون رو راجع به اد و لورن وارن بنویسید و بگید که به نظرتون واقعی هستن یا فقط یه سری بازیگر خیلی ماهرن. تا قسمت بعدی، خدا.